اینجا در سردی از صفر پایین حدود 320 نفر مهندسان ایرانی و پیمانکاران تاجیک حدود 15 ساعت در یک شبانه روز کار میکنند. کار آنها از محکم کردن سوراخی‌های جاری شوی آبها و بتون‌ریزی در راه‌های نقب استقلال عبارت است. قابلجان مرادوف که فارغ التحصیل اختصاص گیولوژی دانشگاه تاجیکستان است، با ماده‌های مخصوص کیمیاوی فواره‌های آبگذر را محکم می‌کند. اگر تمام چالهایی که تونل هواگیرنده گفتگان موافق نقشه اجرا شوند، کفالت ما با چی همه ما بر بالای این داشته میروند، فصل بهار هم دیگه انشالله آب نمیذاریم. نقب استقلال که در 75 کیلومتری جاده دوشنبه به سمت خوجند قرار دارد، منطقه شمال کشور را به جنوب پیوند می‌سازد. طرح ساختمان نقب را هنوز آخر سالهای دوران شوروی مهندسان روس آغاز کرده، ولی با سبب سردی هوا و بارشات کار را قطع کردند. بعد از روسا که رفتن از اینجا، بعد از چی پرابلم‌های دولت، دنگرستروی آمد. دنگرستروی آمد اینجا کار کرد. دنگرستروی خیلی زحمت کشید، وابسته با تکنیک چش پرابلم ها شد. بعد از این شرکت صابر جمهوری اسلامی ایران آوردن. ما زیاد از 40 میلیون دلار اون دوره جدا شد از این. خب قسم جمهوری تاجیکستان است، یعنی حق جمهوری تاجیکستان هم بود، قریب خاطر نکنم 8 میلیون و باقی مانده از جانب ایرانی بود. اما چطوری بعداً دیدیم، بعد از اونی که جمهوری تاجیکستان تا اندازه به یک رشد رسید، معلوم شد که تا اندازه این ساختمان با صفت‌ها و با آن طلبات‌هایی که برای ما مهم است جوابگو نیست. در اول سالهای استقلالیت تاجیکستان اقتصادیات کشور فلج گردیده و آن زمان بانک‌های جهانی و دیگر کشورها تنها برای برقرارسازی ضررها در نتیجه جنگ شهروندی به صفت کمک مبلغ جدا می‌کردند. دولت ایران برای ساختمان این پروژه 31 میلیون دلار اختصاص داد که 10 میلیون آن کمک رایگان به تاجیکستان دانسته می‌شد. شرکت صابر ایران از اوایل سال 2003 کار را در نقب استقلال از سر گرفته، 23 مارس سال 2006 بعد از سوراخ کردن کوه و ناتمام ماندن کار در نقب آن را به استفاده سپارید. وقتی که کار رو اومدن افتتاح بکنن، باز بکنن، زمانی که دو تا پرزیدنت اومدن، کار پره به اتمام نرسیده بود، یعنی سمنتاسیون نشده بود و بتون کف کامل نشده بود و همه چیزا یه مقدار مانده بود، ولی اون زمان از پیمانکار تحویل گرفتن و گفتن کار تمام شده و به صورت اینکه دیگه کاری نمونده. مهندسان و کارشناسان ایرانی میگویند که اگر از یک سو ناتمام به استفاده دادن نقب صفت کاری آنها را ناموفق گردانده باشد، از سمت دیگر موجود بودن کل و ترمه و آبهای زیاد در اطراف آن بعدی به استفاده دادن راهها را کساد و ولنگار گردانده است که آن به طبیعت تاجیکستان ربط داشته است، نه به ملکه حرفه‌ای ساختمانچیان. این تونل انزاب تشعشعات رادیواکتیو داره که حتی حدود 10 تا 15% بیش از حد مجاز آلودگی داره و ما با توجه که به خود پرسنل خودمون اعلام کردیم آقا این همچین مشکلاتی وجود داره، آیا کار رو متوقف کنیم یا بزنیم، که همکاران ما که همه ایرانی بودن تصمیم گرفتن که آقا ما تحت هر شرایطی ما میزنیم، چه آسیب ببینیم چه نبینیم، که این کار رو ما انجام دادیم و این اولین تونلی بود که در تاجیکستان با این طول زده شد و اون موقع کشور چین یا خطایی ها اصلا نبودن، من تجربه رو نداشتم. نقب استقلال 800 بار از در بلندی 2700 متر جایگیر شده است و موافق تحقیقات تمام متخصصان دنیا یکی از نقب‌های سرآبترین دنیا است. من حاضر موافق لایحه در هر یک سکوت 5 کوباب از داخل تونل وارد می شود. شما خلاصه برید در نقب شرشر، در نقب چهارمنزلک، در نقب شهرستان نیم کوب آب نیست. نه اینجا یگان کس گناهکار نیست. اینجا همین خلاص که مثلا این آب طبیعتی است. با گذشت تقریباً 10 ساله این طرح ناتمام در جامعه تاجیکستان به عنوان یک طرح ناموفق ایرانی شناخته می شود. برخی این طرح را با دیگر طرح‌های ساختمانی چین مقایسه می کنند.
در این میان تاجیکستان پیشنهادهای دیگر را از جانب بانک جهانی و دیگر ساختارها پیدا کرد، اما باز هم تصمیم شد که ادامه کار را ایرانی‌ها و شرکت صابر به دوش گیرند. یک تجربه بین المللی هست وقتی که یک ساختمان کرده می شود و بعد از آن خب اگر آن تا اندازه جوابگو هم نباشد حتما باز همون جانبی که این ساختمان کردگی بود جلب کرده میشه. برای چی؟ برای اینکه تا اندازه تجربه پیدا شدگی هست و کشوری که الکی باز دوی مراتب مراجعت میکند حتما با در نظر داشت آن کمبودی هایی که پیشتر بود برای اصلاح آنها جلب کرده می شود. لایحه از نوسازی نقد استقلال 9,338,000 دلار آمریکایی را طلب میکند که همین 50% از حصه حکومت جمهوری تاجیکستان و 50% از حکومت اسلامی ایران مبلغ گذاری است و در امروز همه مبلغ گذاری حال خودش یافته. مبلغ گذاری در صورت حساب مخصوصی بانک ملی تاجیکستان مبلغ وارد کرده شد. حالا حدوداً 90% کار بازسازی نقب یعنی از درازی حدوداً 5.5 کیلومتری آن 4 کیلومترش به انجام رسیده است و آبهای جاری زیر زمینی را با لوله‌های کلان به تونل هواگذر انتقال می‌دهند. در بالای لوله‌های آبگذر تا بلندی 40 سانتی متر بتون‌ریزی کرده برای نقلیات راه را هموار می‌سازند، اما باز هم بعد به استفاده سپردن کار نقب ادامه خواهد کرد. اون بحث تهویه و روشنایی هم از اول جزء این قرارداد نبوده، یعنی به عهده ما از اول نبوده. اگر دولت تاجیکستان علاقه‌مند باشه و از ما بخواد مسئولیت اجرای روشنایی و تهویهش رو به عهده میگیریم. ما لایحه دیگر برای روشنایی، ونتیلیاسیا، آتش خاموشکنی و مانیتورینگ تهیه کردیم که این لایحه امروز در اکسپرتیز دولتی در جنوب تاجیکستان قرار دارد و موردی آموزش است. حالا در ذهنها این تصور نقش بسته است که گویا این نقب چهره ایران در کشور ما یا هیکل ناتمام ایران در تاجیکستان است. به این دلیل حتی هر کاری خوبه که ایران در تاجیکستان انجام می‌دهد این هیکل ناتمام سیمای ایران را تیره جلوه می‌دهد. ولی این بار وعده ها قطعی است و طبق این وعده ها تا پایان سال جاری این غار به نقب یا تونل کامل حقوق تبدیل خواهد شد. این پروژه اینقدر برای ایران مهم هست که وزیر نیروی ما، رئیس جمهور ما و هیئت‌های از ایران که میان همیشه پیگیر این قضیه هستن که این تونل آبروی ماست و ما باید آبروی خودمون رو در تاجیکستان به اثبات برسونیم و کار به درستی انجام بشه.